درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 61. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. سیمای محبوب عینی همیشه پیش نظر من است. صدرالدین عینی با نفس گرم اثرهای خود نسل‌های جوان ما را تربیت می‌کند. عینی نه تنها پدر و استاد ادبیات تاجیک، بلکه پدر و استاد ادبیات تمام آسیای میانه می باشد. تشکر صمیمی به خلق تاجیک که چنین استعداد توانا داده است. بردی کربابایف. یادداشت‌ها از جهت روشنی بیان و آبرس‌های عجیبش به قصه و افسانه‌های شرق مانند است که هر یک جمله‌اش تأثیر بخش بوده در لوح خاطر کس نقش می‌بندد. اندره ژید. عیسی مخدوم مفتی بخارایی، تولد 1242، وفات 1305. از تحفة الاحباب. در پشت یک مجموعه دو غزل در ردیف تیغ را به نام عیسی مخدوم دیده شد. از بس که نسخه غلط بود، یکی از آنها را تمام گرفتن ممکن نشد. ناچار در تحت یک مطلع و مقطع از دو غزل انتخاب کرده آمد. بس تا آن شوخ بر دوری قمر شمشیر را، رنگ می گرداندم بر گرد سر شمشیر را. فیض زخمی عشق اگر این است بر سر، بعد از این می نهد دیوانم جای سپر شمشیر را. الفتی نازد دهد خاصیتی سیری چمن، قبضه می داند به جای گل به سر شمشیر را. غمزش از هر نگه بر ناز پهلو می زند، هیچ کس در کار دارد اینقدر شمشیر را. عمر رفت و دل ز فهمی نیک و بد معذور ماند، سعی ها خون گشت در هر خیر و شر شمشیر را. می رود از خویشتن
همدوش قطعی ما سوا، ما نپنداریم عیسی بی نظر شمشیر را. رنگ آرزو بیشکن، نوبهار انشا کن. دهر جنت است اما دیده مهیا کن. کم ز آبله نتوان زندگی به سر بردن، خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن. در بعضی نسخه به جای خیمه تا کنی برپا، خیمه تا کنی پیداست. کم ز آبله نتوان زندگی به سر بردن، خیمه تا کنی برپا عزم سیر صحرا کن. از سواد چشمی او روشن است این مضمون، می پرست اگر باشی وضع سرمه پیدا کن. مشربی تنک ظرفی نیست مایه عشرت، یک حباب وارینجا ساغر ز دریا کن. دل به یک ادا شاکیر، جان به صد جفا صابیر. ای غرور نازاخیر اندک مدارا کن. آن بهار ناز آمد دیده طرب بگشا، برگ این گلشن نظر آن کفی پا کن. در بساط قدوسی ما و من نمی غنجد، یا ز ما سوا بگذر یا ز حق تبرا کن. هرچی در نظر آید صورتی عدم دارد، رنگ عالمی امکان نقش بار عنقا کن. تا به کی ز بیکاری با فسردگی مردن، نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن. رند صاف مشرب را نشأه کدورت نیست، درد این خمستان را موج روی صهبا کن. بزم وحدت است اینجا، عیسی از خودی بگذر. عرض قلقلی مستی در شکستی مینا کن. عیسی مخدوم عمر خود را به احتیاج و ناداری گذرانده، به تأثیر این حال این غزل را انشاد کرده. منم مخمور حبی جاه و شوکت، مست قشاقی. زبونی خجلتی ناداری و سرپست قشاقی. ز عمرم 30 گذشت و من همان در قید افلاسم، به 50 و 40 شاید رهم از شست قشاقی. ز عرضی حال مشقی پرفزوری نیست، وز ایمن توان فهمید رمزی کلفت از فهرست قشاقی.
وجودی فقر هم بیرنگی اعجاز نمی باشد. هزاران نیست شد صرفی بنایی هست قشاقی. ز بس فیضی بهاری رحمتش موقع نمی خواهد. سزد گیری اگر از دست این پابست قشاقی. صبوری در دوام فقر عیسی نیست